حاجی جون بچت بذار من برم، من همینجا بکش ولی نذار منو ببرم. من فقط اعتراض دارم، من یه اغتشاشگر نیستم. تو با این پوتینت میتونی گرونی رو له کنی؟ نون شده آرزو، گوش شده خاطر حاجی. ول کن تو رو قرآن، بذار من حاجی به قرآن من دشمن نیستم. من یه جوونم که صبح تا شب میدوام، آخر ماه باز دوباره کم میارم. ولم کن تو رو قرآن. پدر شرمنده است، مادر ساکته، بچه هی میپرسی بابا چرا. هیچ کسی جواب نداره حاجی ما قبلا زیر فشار قیمت ها و گرونی خورد شدیم حاجی. زندگی از ما گرفته شده، نه با گلوله، با گرونی. حاجی ولم کن، بذار من برم. حاجی بین تو رو قرآن بده من.